شاید داستان ما تموم نشده، شاید فصل جدیدی تو راهه، شاید نویسنده فعلا نمیدونه با ما چی کار بکنه و خودکارشو گذاشته کنار تا یکم فکر کنه. ما هم همینطور توی این تعلیق منتظر یه حادثه، یه خبر خوب، یه نقطه اوج. اگه تموم شده باشه چی؟ شاید داستان ما به انتهای خودش رسیده. اگه این جایی که هستیم فصل آخر قصه ماست، فقط یه خواهشی ازت دارم. بعد من خیلی مراقب خودت باش و منو ببخش.